آقا این روزا هوا خیلی پسه، اوضاع خیلی خیته. میری سمت بسیج شر شر، میری سمت سپاه خر خر، میری تو حوزه زر و زر. هیچکی به فکر ابا و عمام ما نیست. خودمون باید دست به جنبونیم. هر حجت اسلامی باید یه پا بروسلی بشه، هر آیت اللهی باید یه پا چکی چان بشه. جای درس خارج و مکاسب و این حرفا کاتای پرنده یاد بگیرید. اوضاع خیلی سیته. قبل شماها عظما خودش رفت کلاس دفاع شخصی. مربی برگشت گفت عظما خیلی وضعیت بیریخ شده، بیا جای ورزش تکنیکی بریم تو کار گاز پیکنیکی. هیچی دیگه. کلاس دفاع شخصی تبدیل شد به بساط سیخی و فضانوردی. اوضاع خیلی خیته علما. دفاع شخصی هم جواب نداره. سوراخ موشو بچسبید که کار از این حرفا گذشته.